سلام دوستان، ما فعلا اینجا با پارکن چیزی شروع میکنیم. بالپس شروع میکنیم. اینجا ریسمان کشیدیم. ریسمان ما با این بری ستون صاف است. اینو لیده ببینیم چقدر ریسمان ستون عقب جلو هست. خب ما نباید اما علکی بگیریم بکشیم. باید اینجا ما توجه به این فکر کنیم که چه کاری میتونیم باید بکنیم. میبینین 2 سانت ریسمان از ستون فاصله داره، شاید بیشتر هم باشه، ولی 2 سانت ستون بعد بیشتره. این هم 2 سانت. خب این 5 سانته. این 5 سانت. اینا ما باید یک کاری کنیم که حداقل 1 سانت نیم سانت باشه. چاره مشکل میشه، مشکلی چیزشو داره. خب ولی 5 سانت ما نمیتونیم ما درست کنیم. ما بزنیم بالپس ما رو بیخ درزن قطار هم بگیریم. میایم به ستون آخر. ستون آخر میبینین ریسمان ستون چه رقم چرخیده، ریسمان رقم شده. ما باید اینجا ریسمان رو بچسبونیم به این بر ستون. الان بیشتر نشده، خوبه، در حد 1 سانت 1.5 سانت رفته بیرون. ولی اگه ما این در اختیار خودش بذاریم میشه 5 سانت. نباید ما اینقدر درز این قطار چین کنیم. فقط این ستون یکم چرخیده. خب دوستان، این ستونا رو ما دو طرفش باید ریسپانی. اولا که باید ما ستونا رو شاول کار کنیم. یه دونش هم بالپس پایینی رو با ریسپان یکی میسازیم، بعد بالایی آخرانکه رو با پایینی شاول میکنیم، وسط هم شمشه میگیریم مثل این شمشه است. خب ما شمشه رو سیم زدیم، پایین بالاش یکی است. باز یک تا شمشه اون بر میزنیم، 2 تا ستون. باز سقفش هم های نمی ریسپانی میشه. سقفش هم ریسمان میکشیم قشنگ. باید همش ریسمانی در بیاد. میبینید ریسمان اندازه 1-2 میل 3 میل فاصله داره، همش ریسمانیه. خب این پایینیاش هم ستونای پایین ما باید اول یک ربات سر تا سر ریسمان بکشیم. چی هر طرف کاری که باشه، مثلا هر طرف ساختمان باشه،
بالپوس اول را ما با ریسمان تراز میکنیم، بالپوس دومی را مثلا زیر سقفی را با پایینی شاول میکنیم، شاول تراز میکنیم، واسه طرف شمشه میگیریم. با سقفیاش هم البته این کاری که ما کردیم این دقیق تر در میاد. غیر از این یک راه دیگه هم که داره، لیزر باید پایین روشن کنیم. لیزر پایین روشن کنیم، لیزر مثلا ترازش بزنیم، همه دو طرف ستون هم میگیره، سقفی هم میگیره، میشه با لیزر این کار کرد. ولی روز لیزر دقیق تر معلوم نمیشه. اینایی که میبینید دو تا پیچ خورده، اینا رو ستون نداره. بازم ارزی این دانه ستون ما خیلی زیاد است، تقریبا 7 متر و 50 سانتی، 7.5 متر است. 7.5 متر ما باید یک دونه ستون از وسطش پیدا که بگیریم، یک تا ستون بندازیم بره پایین. این ستون است ها، این کلا برای ستون است. این دو 4 تا پیچ رول چیز کردیم، رول برد کردیم، یعنی 4 تا پیچ زدیم رول پلاک. یک تا ستون این ستون دو طرفه میشه دیگه، نزدن بالپسا میزنیم. اونا رو جوش دادیم، الان میریم موارد اینجا نصبش میکنیم. دیگهش مهم نیست. مثلا یک تا که خیلی ضعیفه، دو تا بخوره مشکل نداره، چون سرش بار نمیاد، دو طرفش میگیره.